روز بخیر دوستان عزیز، ما اینا که آماده شدیم. نقشه ها همین خیلی است که همین میبریم در همین شیراز، سر قبل سعدی شیرازی، تخت جمشید، همین چند بزرگواری که در همین شیراز است. نیت است که برویم تماشا کنیم. مکان اینجا خیلی جا کردن، اینا برای مهمون ها. اینجا هم از جای خوب صدای پرنده ها، چرچوری چنچوک ها، گل گلکاری، یک باد هوای تازه. زنده و سربلند باشید، حرکت میکنیم. مکه دیگه این روزی دیدن و زیارت و دعا کنی و تماشا. دوره دنیایی را سر به سر میبینی تو، گردش ایام را هر سحر میبینی تو. هر سحر بر وقت بخیز و خیرت برکس بکن، روز خوش را از خدای معتبر میبینی تو. گر بیرنجانی دل را در دوام زندگی، آن دل رنجیده را از دیگر میبینی تو. گر بیرنجانی پدر را در دوام عمر خود، آنچه کردی با پدر از پسر میبینی تو. طفلکانت را نه آموختی اگر تو تا ابد، عاقبت آن طفلکانت در بدر میبینی تو. گفته حافظ هر کسی حاصل دارد به عمر، حاصل کاریده‌ات را در درو میبینی تو. انا حاصل کاریده حافظ شیرازی. در آرامگاه سعدی شیرازی قرار داریم. ببینید چقدر سرسبز زیبا و میگه کلی روز و شب انا خیلی آدم است. این آرامگاهش همه وقت انا خیلی این آدما میان به زیارتگاهش. و اینجا در چند نمود اشعار رو از دیوان حافظ شیرازی این در یک کتاب هست. ما دا توفه کردن ایره از آن رحمت میگیم به آقای علی. این کتاب دیوان شما دا توفه کردن. انشالله که کوشش میکنیم که زبان ما فارسی و میکنیم حرفای فارسی خطی خوندن یاد بگیریم انشالله. برادرها ما در اینجا میخواد درختم. این چیه؟ میخواه میوه همش. آرامگاه سعدی شیرازی میگه چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند. تو که از مهنتی دیگر کسان بیغمی، که نامد نیهن آدمی. بعدیم سر مزار آرامگاه سعدی شیرازی. دوستان محبت از دوست مراد میخوان که یک شعر اینجا بخونه. استاد بزرگوار سعدی شیرازی میفرماید، میگه سعدی یا شیرازی یا تعلیم مده بدزاد را، بدزاد اگر دانا شود سنگ زند استاد را. آرامگاه سعدی شیرازی. بازم میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینیش ز یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنتی دیگر کسان بیغمی، نشاید که نامد نیهن آدمی. هوا گرمی بعد شده اومدیم باغ ایران در اومدیم. ایران شون باغ ایران وی گل هذا چی امارات هست خیلی شرایطی بنوار میگیره. باغ ایران اینجا خیلی فواره ها داشتم و بعد من یک گپ دیگه که من در همینجا یکم تا عکس بردار مردک ندیدم. همه نخه بانوان، همه بانوان با عکس میگیرن. همه بانوان. اینجا اتاق شاه.
کریم خان دیده آقای نوکرش شاه کریم خان اتاق شاه بوده اینجا قرارش که اخرانش پاسبانش بازار سنتی شهر شیراز سنکاشون نقش نگارای خودشون قد بازار من که بازار میریم من این بازار پشم و پوست و اینجا که آمدیم این طرف بازار این طرف مسجد خواهی مسجد میدویم خواهی بازار در اینجا چیزای قدیمی حالتش رفت آخر طرف قفل کنه شمشیر از دستش بکشه میدن اگه دیر به جنبه شمشیر دستش انگوشاشو رد میکنه شمشیر موابه و اینجا علم دنیایی است که میبینید این همه کهنه است اینا اسوارهای تشریفاتی چوکو اینا جایی که بازار سنتی اما قالین و شیراز اینجا شاه چراغ شاه امام رضا را برادرشان شاه چراغ برادر امام رضا طرف بازار نرخ نما ارزان اینا درونی مقبره شاه چراغ بیاید پسر بزرگ امام موسی کاظم بوده شاه چراغ و میخواست بره به دیدن امام رضا به خود مشهد که توی راه توی اینجا از طرف سربازان مأمون کشته میشه و سومین زیارتگاه مهم شیعیان توی ایران ایشون برادر امام رضا و برادر حضرت معصومه توی قم هست. برادر اینجا میایی اینجاش همه مرمر اینجاش همه طلا این طلا بسم الله الرحمن الرحیم در ایران با اشعار حافظ ما فال میگیریم. فال حافظ جریانش چیه و چه قدمتی داره
ببینید دوستان، اشعار حافظ از لحاظ نوشتاری طوری نوشته شده که هر بیتش به تنهایی معنی میده و چندین معنی میشه ازش برداشت کرد با توجه به نیت شخصی که میخواد فال بگیره. حالا در ایام نوروز، در شب چله یا در مشکلات تفعال میزنن به دیوان اشعار حافظ یا فال میگیرن برای اینکه مسیر رو بتونن پیدا کنن یا مشخص بشه. اولین بار هم فال گرفتن از اشعار حافظ چند ساعت پس از مرگش شروع شد که اتفاق نظر نداشتن. خیلی‌ها حافظ رو قبول نداشتن، میگفتن نباید دفن بشه به روش مسلمان ها و کاری کردن که اشعارش رو نوشتن در یک ظرفی انداختن و گفتن یکی برداره. اشعار به صورت کاغذ بود. اولین بار اونجا گرفتن و این شعر بر اومد: کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت، من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت. مکن به نامه سیاهی ملامت من مست، که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه است میرود به بهشت. نحوه گرفتن فالش هم به این صورتی که در دست چپ نگه میدارن. قبل از گرفتن یک بار سوره حمد و توحید رو میخونن و به نیتی که میکنن باز میکنن و اولین بیتی که اومده رو شروع میکنن بخوندن و دنبال مراد دلشون میگردن تا نتیجه‌ای که دنبالشن حاصل بشه. این رسم در ایران سالیان ساله که انجام میگیره. فال حافظ خب توی ایران، توی افغانستان رواج و خیلی خدمت زیادی هم داره. دوست مراد میگه توی تاجیکستان من همچین چیزی ندیدم، در جریان نیستم. یه دیوان حافظ براش گرفتیم که فال هم توش داره و قرار اینجا یه نیت کنه برای اولین بار یه فال حافظ برات بگیریم. دوستان تاجیکستانی عزیز، این که جریان فال حافظ چی هست و من توضیح دادم توی یک کلیپی برای دوست مراد. ان شاءالله تا شب کلیپو میذاره کامل ببینید جریان فال حافظ چیه و به چه صورت اونجا توضیح دادم. حالا الان تو نیت کن، نیت کردی؟ ببینیم نیت دلش در میاد یا نه. نیت دوست مراد. خب آقا دست بده. این هم خود اشعار حافظ نوشته: نصیحتی کنمت بشنو بهانه نگیر. خب میخوای شعرشو معنیش الان براش میخوام چون تایم بود. حافظ شیرازی به تو نصیحت میکند: از لحاظ زندگیت به بهترین نحوی استفاده کن و آن را عزیز دار، چرا که روزگار پیری و کهولت در راه است و به زودی خواهی دید که فرصت از دست رفته و زمان زیادی نیز باقی نمانده. اگر روزگار به وفق مراد تو نیست، اندوه به دل راه مده و آزرده مباش، چرا که خداوند این گونه برایت مقدر فرموده. با اون نیت تو دل رب داشت؟ آره؟ خیلی بعد یک گشتنمون اینا اومدیم با یه دست درد نبینه آقا. این سیب زمینی و کارتشکا میگم نه؟ مسافرتیه دیگه عجب. تشکر برادرم. زنده باش. بسم الله. بسم الله.